خوش اومدیم به ویدیوی جدید. امروز اومدیم با ولی من میخوام یه چیزی بهتون یاد بدم که یه روزه نه بلکه تا 5 روز من تایتون دریافت کنم. خب بچه ها برای اینکه همون یه روزه که همه میگن دریافت کنیم باید بیایم بخش سیف، این آخر و رای گیری گانای متیک. بعد اینجا توی قسمت اول که رای گیری اصلی که انجام شده و تمام 117 میتیک انتخاب شده اینجا. خب اینجا انتخاب شده و دیگه تمام شده رای گیری. خب توی این قسمت وسط خب دوئلای بین گانا برگزار شده. مثلا گفتم به کدوم شما رای گیری، مثلا یکی اومده به AK 47 رای گیری، یکی اومده به 117. پیش بینی کنید که چطوری پیش میره رای گیری گانا. خب من دقیق کنیدم درست هستم. توجه کنید الان اینجا ایناه من گفتم 117 بالا، اینجا گفتم کیلو میاد بالا، اینجا گفتم دیل بالا میاد، بعد بیاین که بزنین روی این قسمت یه روزه و دریافتش کنید. بعد دوباره همین الان بین دیله. الان میگیم که 2 روزه که اینجوری میشه. نه الان این 2 روزه که دریافت کنیم یه دونه 3 روز هم بهتون میده. خب الان اینجا داشتم بهتون نشون بدم اینجا یه دونه 1 روزه گرفتم، اینجا هم یه دونه 3 روزه. یکی از 1 روزه هاشم الان دارم استفاده میکنم، اینام که کارت های متیکشن. خب این همین 1 روزه الان دستمه. ببینید اینجا کلا چند ساعت دیگه، کلا 3 ساعت دیگه مونده. خب تا این بره و دیگه نباشه تو اکانتم. خب الان فعلا هستشون. الان اینجا